بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حمد و ثنا برای الله متعال است که ما شما را توفیق نصیب کرد که به سپاره 18 به سوره الفرقان برسیم. سوره فرقان اول وجه تسمیش است که چرا این سوره را نامش الفرقان میگن، به خاطر از اینکه یکی از نامهای قرآن عظیم‌الشان الفرقان است و الفرقان که هست در حقیقت به معنای فاصله هست بین حق و باطل و قرآن عظیم‌الشان به خاطر ازی الفرقان میگن که در اینجا مسائل بسیار اساسی و کلیدی را فرق کرده که او فرق در مورد خالق، یعنی چیزایی را فرق میکنه، حق بیان میکنه، توحید بیان میکنه که عقل انسان ها و حس انسان ها و علم انسان ها به اون نمیرسه. بنابراین نیاز دارن به کتاب آسمانی، نیاز دارن به وحی که این مسائلی که در ذهن از اونا در ذات خالق متعال و یا در صفات خالق متعال، در شخصیت پیغمبران، در رسالت و در سایر مسائل اعتقادی، مردمایی که در شک هستن، اینجا قرآن عظیم‌الشان امو حقیقت ها را بیان میکنه که انسان مسلمان به درجه توحید برسه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان. تبارک بسیار با برکت است و تبارک سه معنا داره. یک معنایش از برکت گرفته شده و برکت به معنای ای هست که یک چیزی را که از تصور شما بیشتر است او را به شما تقدیم میکنه. یعنی الله متعال ذات با برکت است به خاطر ازی که آنچه را که ما تصور میکنیم از او که بیشتر بر ما او را میته. مثلا وقتی در غذایی که برای 3 نفر تهیه شده او را برای 10 نفر کفایت بکنه، باز میگن این غذا بسیار با برکت است. پس الله متعال ذات هست که در هر چیز عمیق قدرت داره که در بین از او چی میپرته؟ برکت میپرته که غذا 1 نفر برای 10 نفر کفایت میکنه. دوم معنای تبارکه به معنای خیر عظیم است، خیر و عطای عظیم است که الله متعال برای بنده هایش خیر بزرگ و بخشش های بزرگ میده. و سوم معنایش به معنای منزه و پاک بودن است از مشابهت. پس ما میگیم تبارک بسیار با برکت است، یعنی بسیار عالی مقام است او ذاتی که در هر چیز برکت میافکند. دوم تبارک منزه و پاک است از داشتن مشابهین. سوم تبارک یعنی بسیار با عظمت است در خیر و عطای خود. انال تبارک الذی نزل الفرقان، بسیار با عظمت است، منزه است از تمامی مشابهت ها و بسیار با برکت است که برکت میپرته در تمامی رزق و نفقه انسان ها. الذی او ذاتی که نزل الفرقان نازل نموده است قرآن عظیم‌الشان که یک نامش فرقان است به معنای فرق کننده بین حق و باطل. علی عبده بر بنده ایش که رسول الله صلی الله علیه و سلم است. کلمه عبد اگر بندگی به مخلوق باشه ای ذلت است و اگر بندگی بر خالق باشه ای عزت و شرافت است. و چون اینجا بندگی الله هستی عزت و شرف است، از این خاطر
رسول الله صلی الله علیه و سلم به نام عبد یاد کرده. و عبد وقتی که الله به خود نسبت میده، ما و شما همین قاعده را فهمیدیم که هر جایی که الله یک مخلوق به خود چی میسازه؟ مضاف میسازه، مثل ناقة الله، عبد الله، روح الله، بیت الله، بازی به این معنا میشه که اینمی مخلوقی که مخلوق با عزت الله هست. پس اینجا عبدهی گفت، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم یک مخلوق با عزت و با شرف الله متعال است. لیکون تا که باشه امی قرآن عظیم الشان للعالمین، بر تمام عالمیان، بر تمام مخلوقات، نذیرا ترساننده. الذی ذاتی که له ملک السماوات والارض، بر ازو هست خاص تصرف در آسمان ها و زمین. این توحید است، توحید ربوبیت، یعنی خالقی که مالک متصرف و حافظ آسمان ها و زمین است. ولم یتخذ ولدا، این توحید ذات است، یعنی ذاتی که نگرفته هست ولدن فرزندی. ولم یکن له شریک فی الملک، این توحید الوهیت است، یعنی خالقی که نیست بر ازو شریک در مالکیتش. و خلق کل شیء، او خالقی که خلق کرده، توحید افعال، توحید ربوبیت. و خلق کل شیء، و خلق کرده هر چیز را، فقدره تقدیرا، پس اندازه کرده او را به اندازه. و اتخذوا من دونه آلهه، مردمای بیدین گرفتن بغیر از الله آلهتا، معبودان دیگری، یعنی شرک در الوهیت الله کردن. به عوض الله معبود را گرفتن که ذات از را عبادت کردن، و به عوض الله معبودای زنده را گرفتن که باز قانون از اونا که ضد شریعت الله بود او را تطبیق کردن. این آلهه یا این مخلوقات یا این معبودای باطل را که گرفتن، لا یخلقون شیئا، اینا صفت ربوبیت ندارن، چیز را خلق کردن نمیتونن. و هم یخلقون، بدتر است که حتی خودشان خلق شدن. یعنی مشکلی است که این کسایی را که اینا این صفت الوهیت و ربوبیت میتن، اونا در حالی که خودشان چیز را خلق کردن نمیتونن، برعکس خودشان حتی مخلوق هستن، خودشان خلق شدن. ولا یملکون، اینا مالک نیستن لانفسهم، برای نفسای خود، ضرا ولا نفعا. این معبودای باطلی که اینا گرفتن، یا حتی بر نفس خود ضرر رساندن نمیتونن و منفعت رساندن نمیتونن. ولا یملکون موتا ولا حیات، نه اینا مالک مرگ هستن و نه هم مالک زندگی. ولا نشورا، و نه هم مالک زنده کردن دوباره. پس ایناله چطور میشه که یک کسی را با یک کسی دیگه مشابه بسازه؟ او ذاتی که خالق است با او مشابه میسازن کسی را که مخلوق است. او ذاتی که مالک نفع و ضرر است مشابه میسازن بر از او کسی را که او نفع و ضرر رساندن نمیتونن. او ذاتی که زندگی میته، مرگ میته، دوباره خلق میکنن، او را مشابه میسازن با کسی که نه زنده کرده میتونه، نه میرانده میتونه و نه دوباره پس حیات داده میتونن. و قال الذين كفروا، و گفتن کسانی که کافر شدن، ان هذا الا افک، این نیست این قرآن عظیم شان مگر افک. افک چی را میگن؟ یعنی یک سخنی که دروغ باشه. افتراه که او را میگن ساخته هست یا دروغ بافته است رسول الله صلی الله علیه و سلم. و اعانه، باز میگه امرایزی کمک کرده، علیه بر آن قوم آخرون، قوم دیگه. کی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم کمک کرده؟ کدام قوم کمک کرده؟ بعضی اوقات میگن که ایره مثلا اونو مردمایی که در شام بودن، خب مردمایی که در شام بودن و خود زبانشان عربی، حتی عربی را نمیفهمیدن و خود عبری گپ میزدن، چطور آمدن با رسول الله صلی الله علیه و سلم کتابی را بسازن که او به زبان عربی است که خود عرب ها ساخته نمیتونن؟ فقط جاءوا ظلما و زورا، الله متعال میگه یقینا که اینا آوردن چی را؟ ظلم یکی، و زورا اینا چی کردن؟ آوردن ظلم و زورا و دروغ. و قال، و دیگه چی تومت میکنه مردمای بیدین و میگن اساطیر الاولین، این داستانهای مردمای سابقه هست، اسطوره، قصه های دروغی و داستانهای که حقیقت نداره، او را اسطوره میگن که جمعش اساطیر است. و قال، و گفتن اساطیر الاولین، این قصه ها و داستانهای اولین مردمای سابقه هست،
اکتتبها که او را نوشته کرده، فهی تملا علیه بکرتا و اصیلا، پس او خوانده می شود بالای زو صبح و شام. قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم، انزله، این قرآن نازل کرده، الذی یعلم السر، او ذاتی که میفهمه، علم داره به چیزایی که سری هستن، فی السماوات در آسمان ها، و الارض و در زمین، چیزایی که نه شما میفهمین نه قومای دیگه میفهمن، و چیزهایی که اصلا ایره انسان ها نمیفهمیدن در قرآن آمده است. پس ایره کی برش یاد داده؟ او ذات یاد دادش که او یعلم السر فی السماوات و الارض، که الله هست که او چیزهایی که سری هست، غیبی هست در آسمان ها و زمین و شما او را پیدا کردن نمیتونین، الله متعال او را بیان میکنه. به این خاطر بسیار چیزا بود که مردم جاهلیت و مردم نمیفهمیدن، اما امروز بسیاری از حقیقت هایی که در قرآن هست که در آسمان ها و زمین الله گفته، امروز علما و ساینس‌دانا او را کشف میکنن و همین معجزه قرآن است که 14 قرن قبل قرآن چیزایی را گفته که بشریت آل او را نو کشف کرده میره. بسیاری ساینس‌دانا چرا مسلمان میشه؟ میگه والا اینی گپایی را که قرآن گفته ایره قبلا مثلا در اون وقت مردم اصلا در فکرش هم نمیگشت که این گپا باشه. پس معلوم میشه که این کسی که این کلام است، کلام از او هست، این کلام محمد صلی الله علیه و آله نیست، بلکه کلام خالق است که آینده و گذشته بر از او در علم غیب از او مساوی هست. قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و آله انزله، نازل نموده است قرآن عظیم شان را، الذی، او ذاتی که یعلم السر، میداند چیزهای سری مخفی و غیبی را، فی السماوات در آسمان ها، و الارض و در زمین، انه کان غفورا رحیما، یقینا که الله متعال بخشاینده و مهربان است. و قال، و گفتن، مال هذا الرسول، آل دلایل همین چیزا را، مردم های جاهلیت همیشه همین دلیل است. دلیل سابق موسی علیه السلام میگفتن، عیسی علیه السلام میگفتن و رسول الله صلی الله علیه و آله. امروز هم میگن مال هذا رسول، چی شده این رسول؟ یاکل الطعام، که غذا میخوره، و یمشی فی الاسواق، و گشت و گذار میکنه در مارکت ها. لولا انزل علیه ملک، چرا بالای نازل نشده ملائکه، فیکون معه نذیرا، باز اون ملائکه امرای ازی باشن، نذیرا ترساننده، یعنی چرا یک بادیگار نداره که ملائکه باشن؟ او یا مثال دیگه چی است؟ یا اعتراضشان چی بود؟ او یلقا الیه کنز، یا این پیغمبر باید برش انداخته میشد یک خزانه بزرگ، او تکون له جنت، یا می بود بر از یک باغ بسیار بزرگ، یاکل منها، که از او میخورد. پس این ادعا دارن که پیغمبر همیشه باید ماتریالیست باشه، همیشه ماده پرست باشه، یا همیشه ادعاشان چی است؟ مادی هست. باید بادیگارد می داشت و بادیگاردشان باید از چی می بود؟ از ملائکه می بود. باید خوب خزانه می داشت، مثل خوی قسمی خیلی که قارون، خیبرین قارون به نبوت قبول کنین که خوب خزانه داشت و خوب پیسه داشت. این حال کل گپای اینا چی است؟ مادی است. خب او یلقا الیه کنز، یا بالایش یک خزانه انداخته میشد، او تکون، یا می بود له جنت، بر از او باغ، یک باغ بسیار بزرگی که یاکل منها، که میخورد از اون. و قال الظالمون، و میگفتن ظالما مشرکا، ان تتبعون، شما متابعت نمیکنین، الا رجلا مسحورا، مگر شخص را که بالای از او جادو شده. میگفتن این پیغمبر کس بالایش جادو شده. انظر ببین رسول الله صلی الله علیه و سلم کیف ضربوا، چه قسم بیان میکنن، لک برای تو الامثال، مثال ها را، فضلوا، پس یا توسط همین مثال های خود گمراه شدن، فلا یستطیعون سبیلا، پس نمیافن راه حق را. چرا انسان هایی که زیاد چرا میکنن و که چرا تو کردی و چرا تو شد و چرا پیغمبر تو نبود و چرا این قسم نبود، عین در اینجا یا دیگه باز را پیدا کردن نمیتونن. چرا که اگر 100 چرای جواب گفته شود، باز چرای 101 می، باز 101 که جواب بدی، باز 102، 103، این میخوام چرا دیگه گفته میرن. تبارک الذی، بسیار با برکت است، بسیار با عظمت است، بسیار منزه است، خالق متعال از مشابهت. او ذاتی که انشاء اگر بخواهد جعل لک خیرا، می سازد یا می گرداند لک خیر، لک برای تو خیرا بهتر من ذلک، ازی جنات تجری من تحت الانهار، اتباغ هایی که جاری باشه از زیر از اون نهرها، و یجعل لک قصورا، و می گرداند در تو قصرها. اینال اگر الله متعال این قصرها و این چیزها را ظاهر می ساخت، باز ایمان به غیب چی میشد؟ بله، باز روزی که الله متعال نشان بده که اما تو باغ ها بر تو بده که در زیر از اما قسم نهرها روان است، اما تو قصرها بر تو بده که اونا ایران بانن، باز وقت ایمانشان باز قبول نمیشه. چرا؟ باز وقت ایمان باز دیگه دیدن دیگه
بل کذبوا بالساعه، بلکه مشکل از اینا چی است که اینا تکذیب میکنن به ساعت، به قیامت. و اعتدنا لمن کذب بالساعه سعیرا، و ما آماده کردیم برای کسی که کذب تکذیب میکنه، دروغ میپنداره، به ساعت را، یعنی ساعت یوم قیامت را. اینجا ما و شما بسیاری وقتا اصطلاح میگیم که روز قیامت، اینجا در قرآن بسیاری وقتا ساعت میگه. چرا ساعت میگه؟ به خاطر همون لحظه‌ای که قیامت قائم میشه در بعضی جاها شب میباشه، در بعضی جاها روز میباشه. از این خاطر دقیقش همین ساعت است که در اونمون لحظه قیامت برپا میشه. متوجه شدین؟ از این خاطر الله متعال اینجا کلمه چی رو گفته؟ به ساعتی، به قیامت، سعیره، به مو ساعت، به مو لحظه، به مو دقیقه که قیامت میشه. چرا همون لحظه که قیامت میشه در قدیم مردم این گپا رو نمیفهمیدن و ادعا میکردن که میگفتن پیغمبر چرا نمیگه که روز، چرا نمیگه شب؟ باید همون تو دقیق بگه شب یا روز، قیامت روز است یا شب است. این گفت نه، در ساعت است. کدام ساعت است قیامت؟ در اونمون ساعتی که قیامت میشه نصف دنیا چی میباشه؟ روز میباشه، نصف دیگه چی میباشه؟ شب میباشه. پس کل زمین یک مرتبه قیامت میشه. اینال الله متعال گفت لمن کذب بالساعه، کسی که تکذیب کرد بالساعه، به اون لحظه‌ای که قیامت میشه. برای الله چی آماده کرده؟ سعیرا، دوزخ را. اذا رأتهم من مکان بعید، وقتی که او را ببینن از جای دور، سمعوا لها تغیظا و زفیرا، باز میشنون که چی داره این دوزخ. میگه دوزخ غیظ چی را میگه؟ که در داخل خود بسیار غضبناک باشه. یعنی حتی همین مردمای بیدین صدای دوزخ وقتی که میشنون میبینن که همین دوزخ چی داره؟ یک صدای بسیار، اما تا از داخلش هم آغاز کرده میره، و زفیرا، و یک صدای دیگه که بیرون میکشه. یعنی هم داخل دوزخ یک صدای خطرناک داره و صدایی که بیرون هم میبرایه، این صدای خودم که میکشه بیرون یا هم بسیار خطرناک است. یعنی بسیاری وقتا بر دوزخیات در قبر وقتی که می جایگاهش دوزخ نشان داده میشه، اینا میگه دیگه یا چی میشن؟ دیگه مرض بسیار خطر، درد روانی میبینن که سبحان الله چه حالت است که اینجا ما بریم. و اذا القوا منها مکانا ضیقا، باز وقتی که انداخته شوند منها در امین جا مکانا ضیقا، در یک جای تنگ. در دوزخ هم در اوت یک جای میپرسن که تو خوب سر از هم تو فشار از تنگ هستن. مقرنین چی معنی؟ یعنی که دست و پایش بسته میباشه. دعوا هنالک، باز دعا میکنن، صدا میکنن هنالک در آنجا، ثبورا، که هلاکت بالای ما باد، هلاک شدیم. کاش که مرگ سر ما بیاید از این حالت درد کردن. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، برشان گفته میشه که امروز طلب نکنین، لا تدعوا، طلب نکنین، نخواین، اليوم امروز، ثبورا واحدا، یک مرد را، ودعوا ثبورا کثیرا، آل دیگه دعا بکنین، طلب بکنین، مرگ های زیاد. قل اذالک خیر، بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا ای بهتر از براتان؟ اگر کسی عقل داره، منطق داره، فهم داره، آینده خدا تصور میکنه، آینده خدا میخواد که محفوظ باشه، آیا این حالت خوب است؟ ام جنت الخلد التي وعد المتقون، آیا این خوب است که در دوزخ باشه، دست پایش بسته باشه، هر لحظه مرگ خود چی کنه؟ طلب بکنه؟ و یا این خوب است که در جنتی باشه که وعده داشته برای کی؟ المتقون، برای متقیان. کانت لهم جزاء مصیرا، این برشان هست پاداش اونمو، پاداششان و بازگشتشان. هر کس خودش اونمو آینده خودم میفهمه و مطابق از او هدایت میشه و یا گمراهی را قبول میکنن. لهم فیها ما یشاؤون، برای جنتی ها در جنت است ما آنچه که یشاؤون بخواهند، خالدین همیشه. کان علی ربک وعدا مسئولا، هست بالای رب تو وعدا، یک وعده ای که مسئولا سؤال آن شده است. یعنی همین سوالی که شده است از الله، الله را وعده کرده بر متقین و او را ان شاء الله برشان میده. و یوم یحشرهم، و روز قیامت حشر میکنه همین مردمای بیدینه، و ما یعبدون من دون الله، و حشر میکنه همون چیزایی را که اینا عبادت میکردن من دون الله. فیقول، بس برشان میگه انتم اضللتم عبادی، آیا شما گمراه کردینی بنده های مرا؟ هؤلاء هم ضلوا سبیل، یا خودشان چی کردن؟ گمراه چی کردن؟ ضلوا سبیل، راه را گم کردن. از این کلانایشان پرسان میشن. قالوا، بازی تواغیت، کلانای ظالم، این مردمای بیدینی که دیگران را افکار بی خدایی میته، افکار الحادی میته،
افکار شرکی میته، از قانون الهی اینا را مانع میسازه. حقوق کفری درس میته، مثلا درسش درس کفری هست، قانون کفری را درس میته و این رهبر است و خطرناک است، رهبر حزب است، رهبر فلسفی و رهبر فکری کفری هست. یه چی میگه؟ باز خود از جا میگن قال، میگن سبحانک، پاکیز بر تو یا الله، ما کان ینبغی لنا، شایسته نیست بر ما ان نتخذ من دونک من اولیاء، که ما بغیر از تو دوستا بگیریم. ولکن متعتهم، لکن تو چی کردی؟ اینا را بهره‌مند ساختی و آباءهم، و پدراشان را، حتی نسوا الذکر، تا که ای چی کردن؟ فراموش کردن امو یاد تو را. و کانوا قوما بورا، خودشان یک قوم هلاک شده بودن. فقط کذبوکم بما تقولون، الله متعال برشان میگه که این سعی کنین امی رهبرانتان شما را تکذیب کرد، بما تقولون، به ما آنچه که میفتین. باز اینجا رهبران میگن نه صاحب، ما یا را گمراه نکردیم، یا لوده شدن، به عقل شدن. ما هم یک کتابک نوشته کردیم قوم پرستی، باز یا فورا پشت قوم پرستی دویدن. ما گفتیم بیاین که به خداییست یک نظر دادیم، یا آمدن دویدن می کفر گرفتن. ما گفتیم که شریعت الله را تطبیق نکنین، قانون ما را تطبیق کنین، یا کلشان آمدن پشت ما دویدن. اصلا یا هیچ پیش ما ارزش ندارن، ما خیار ما کم نگرفته بودیم، احمق خودشان هستن، خودشان باید هلاک شوند. الله متعال میگه فقط کذبوکم بما تقولون، میگه شما را تکذیب کردن بما تقولون، با آنچه که شما میگفتین. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، شما نمیتونین دفع نه از پیش از اینا صرف یا را منصرف میسازین از عذاب، ولا نصرا، و نه چی است، و نه هم امرایشان کمک کرده میتونین. و ما یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا، و هر کسی که ظلم کرده، شرک آورده، چی مانده؟ شرک به معنای شریک کردن است. اگر شریک او را در عبادت کرده و یا شریک ساختش در قانون، یکی شرک عبادتی است، یکی شرک سیاسی است. چند قسم شرک است؟ 6 قسم شرک است. شرک در عبادات، شرک فکری هست که یک کسی را به عوض اندیشه اسلامی اندیشه کفری را برتوده. این شرک چی میگن؟ فکری میگن. شرک قلبی چی را میگن؟ که به عوض از اینکه قلبت به الله داشته باشی، قلب مخلوق داشت، توکل، محبت، خوف، رجا، امید، کلی چیز عظمت برای کی میداد؟ برای مخلوق میداد. این شرک چی میگن؟ شرک قلبی میگن. شرک زبانی چی است؟ که تمام روز به اینمی تواغیت و بر اینمی مردمای بیدین و بر اینمی چیزا باز به زبان خود را میگه که عوضی که نام الله را بگیره نام مخلوق میگیره، عوضی که بگه من پیروی از الله میکنم پیروی. این شرک چی میگن؟ زبانی. شرک قانونی کدام یکی هست؟ شرک قانونی است که به عوض شریعت الله، به عوض قانون الله، قانون مخلوق تطبیق میکنه، مخلوق در شریعت الله شریک میسازه. پس الله متعال میگه که و ما یظلم منکم، هر کسی که شرک آورد، از هر کدام شرکی که باشه، چی شرک فکری باشه، چی شرک قلبی باشه، چی شرک زبانی باشه، چی شرک مالی باشه، چی شرک قانونی باشه، الله متعال میگن نذقه عذابا کبیرا، باز ما اینو میچشانیم عذاب بسیار بزرگ. و ما ارسلنا قبلک من المرسلین، و ما نفرستادیم پیش از تو پیغمبران را، الا انهم، مگر که اونا هم لا یاکلون الطعام، غذا میخوردن، و یمشون فی الاسواق، و میرفتن در بازارها، اونا هم در مارکت ها میرفتن. و جعلنا بعضکم لبعض فتنه، و ما گردانیدیم بعضکم، بعض از شما را، لبعض فتنه، بر بعض دیگرتان فتنه، یک امتحان. اتصبرون، آیا شما صبر کرده میتونین؟ بزرگا برای پیروان و پیروان برای بزرگا چی هستن؟ یک فتنه و یک امتحان هستن. و کان رب، آیا تصبرون، آیا صبر کرده میتونین به بیمی عذاب؟ و کان ربک بصیرا، و هست رب تو بسیار بیننده. و قال الذين لا يرجون لقاءنا، و قال، و گفتن الذين، کسانی که لا يرجون، امید ندارن، لقاءنا، چی نه؟ ملاقات ما را، لولا انزل علينا الملائکه، تو که چرا نازل نشده بالای ما ملائکه، او نرى ربنا، این ادعای از چی است؟ تو هنوز مسلمان نیستی، تو هنوز موحد نشدی، حالا چی میگه؟ چرا سر من ملائکه نامدن؟ چرا من رب متعال مستقیما خدا نشان نمیته؟ سبحان الله. لقد استکبروا فی انفسهم، الله متعال میگه اینا بسیار تکبر کرده در مورد نفس خود، بسیار خدا بالا پردازی میکنن. و عتوا عتوا کبیرا، و سرکشی کردن، عتوا کبیرا، سرکشی بسیار بزرگ. سرکشی هم دیگه فرق میکنه، یگان تو سرکشی چه بیخی از حد تیر شده که باید بالای من ملائکه بیه و باید الله را من مستقیما ببینیم. یوم یرون الملائکه، باز روزی که
ببینن ملائکه را. لا بشرا یومئذ للمجرمین، باز بشارت نیست، مژده نیست، خوشی نیست. یومئذ در روز للمجرمین، برای مجرمان. و یقولون، و باز میگن که حجرا محجورا، ما پناه میخوایم، پناه میخوایم به پناه خواستن بسیار قوی. وی ما خو میفتیم ملائکه رو ببینیم، باز روزی که یا ملائکه رو میبینن، ملائکه رو میبینن که ملائکه عذاب است، که باز روز برای مردم های بیدین دیدن ملائکه برشان باز منفعت نیست، اونجا باز ملائکه برشان لعنت میفرستادن. و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، و قدمنا، و ما تقدیم کردیم، و یا متوجه میشیم الی ما عملوا، با آنچه که اینا عمل میکنن، من عمل، از کدام کاری، فجعلناه، پس میگردانیم امی عمل از اینا را هباء، یک ذره منثورا، پراگنده. هیچ عمل از اینا از این کافرها پیش الله ارزش ندارم. اصحاب الجنت یومئذ، صاحبان جنت، اهل جنت، یومئذ در روز، خیرون، بهتر هستند، مستقرن، از نگاه استقرار و سکونت، و احسن و مقیلا، و بسیار خوب هستند از نگاه امو جایی که اینا قیلوله میکنن یا آرام میگیرن. و یوم تشقق السماء، روز قیامت روزی است که شق می شود آسمان، بالغمام، به ابر. و نزل الملائکه تنزیلا، باز ملائکه چی میشن؟ میگه نازل میشه ملائکه تنزیلا، اما تو دیگه نازل شدن تو آمده میرن به ترتیب. الملک یومئذ الحق للرحمن، باز الملک یومئذ، باز امروز مالکیت، تصرف، قدرت از کل مردم دیگه، اگه کم کم پادشاهی و ریاست و وزارت داره کلش از بین میره. الملک یومئذ الحق، باز امروز مالکیت و قدرت و حاکمیت در یومئذ، در این روز، الحق، و به ذات یگانه هست، به ذاتی که ما برزو موحد هستیم او را به یگانگی یاد میکنیم. للرحمن، به الله رحمان است. و کان یوما علی الکافرین عسیرا، اینمی روز قیامت میگه بر کافران بسیار سخت میباشه. چه قسم سخت میباشه؟ میگه یوم، این حالا چه قسم سخت میباشه؟ میگه سختی چطور است؟ مثلا بعضی کسایی که غلطی میکرده باشه باز دزگیر میشه و سختی خدا میبینه، باز دندان میکنه کشون، کاش کنه میکنه، خدایا. و یوم، روز قیامت روز است که یعد الظالم، دندان میگیره انسانهای ظالم، مشرک، کسی که در ذات الله شرک آورده، کسی که در عبادت الله شرک آورده، کسی که در قانون الله شریک ساخته. این ظالم چی میکنه؟ باز دستای خود دندان میگیره، علی یدیه، بر دستای خود، یقول، میگه یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی، ای کاش من میگرفتم به امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم راه، کاش که من پیرو قرآن و سنت میبودم، کاش که در نقشه رسول الله صلی الله علیه و سلم حرکت میکردم، این نقشه های ساختگی دروغی رو وسو منداختم. یا ویلتا لیتنی، باز امروز دیگه همون دوستایی که کسایی که گرفتن مثلا رئیس حزب خدا یا رئیس طایفه خدا یا مفکر خدا یا رفیق بیدین خدا که به گناه و زنا و بیدینی جلب میکنه، باز میگه یا ویلتا، ای بد نصیبی ما، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش که من نمیگرفتم فلان شخص دوست خود. اکثرا مردمایی را که مثلا اگر شما دوستان شرابخور را بگیرید حتما شما را شرابخور میسازه، اگر زناکار را بگیرید حتما شما را زناکار میسازه، اگر لدوباز را بگیرید حتما شما را برتان میگه تو بیا یک لدو بزنیم، اگر قمارباز را بگیرید میگه بیا قمار بزنیم، اگر مشرک را بگیرید حتما تو را در شرک مبتلا میکنه، اگر هر کس را بگیرید دیگه اونجا بازم هر کس از اون دوستای بیدین خود چی میباشه؟ متنفر میباشه، میگه ویا ویلتا، چیغ میزنه، میگه وای بد نصیبی به من، لیتنی، کاش که نمیگرفتم ملوده، لم اتخذ فلانا خلیلا، من نمیگرفتم اون شخص احمق، اونو بیدین، اونو گمراه را دوست خود، من خیلی دوست خود گرفتم. لقد اضلنی عن الذکر، یقینا که این مرا گمراه کرد از شریعت الله، از احکام الله، از ذکر الله، از عبادت الله، از اطاعت الله. این ذکر اینجا قرآن و سنت است، یعنی مرا گمراه کرد از پیروی از قرآن و سنت. تمام روز در گوشم شیشته بود که اینو چی میکنی، او را چی میکنی. بعد اذ جاءنی، بعد از اینکه هم قرآن برم آمده بود و هم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و کان الشیطان للانسان خذولا، الله متعال میگه فکرتان باشه که شیطان که است، للانسان، بر انسان، خذولا، بسیار رسوا کننده است. امروز دیگه بازی شیطان چی میکنه؟ رسوایش میکنه، چی شیطان انسانی باشه چی شیطان جنی باشه. و قال الرسول یا ربی، و میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا ربی، ای رب ما، ای خالق ما، ان قومی، یقینا که اینمی قومن،
اتخذوا هذا القرآن مهجورا. باز رسول الله صلی الله علیه و هم از اینا از امت خود شکایت میکنه. چه قسم شکایت میکنه؟ میگه یا الله اینمی امت مکه هستن یا چی کردن؟ گرفتن قرآن مهجورا. مهجور چی معنی؟ متروک، ترک کردن قرآن. چه وقت قرآن به یادشان میاد که عروسی شو بازور یک پوشک بتن در سر عروس بگیره. این حالا قرآن بر چی میگه؟ یا در سر عروس بگی و او عروس به حجاب به ستر 1000 تا مردای نامحرم سرش میبینن در سر کلش قرآن است. قرآنی رو لعنت میگه. الله میگه یا الله اینی مردم قرآن هجرت کردن، سر قرآنشان یک بلس خاک شیشته، ترجمه قرآن نمیفهمن، به قرآن عمل نمیکنن. قرآن اگر میخوانن هم یک سفر ای میخوانن یک سفر ای به معنایش فکر نمیگیره. مقصد اینمی است که قرآن هم یک دفعه زمین روی خلاص کنیم و بشی دیگه خلاص. کل گپ سید الله متعال از این مردمایی که قرآن نمیخوانن، ترجمه قرآن نمیفهمن، عقیده خود مطابق قرآن نسازن، در مجلس قرآن نشستن، الله متعال از اینا، رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقابل الله متعال از اینا شکایت میکنه. همین آیت قرآن میره میگه و قال الرسول، و میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز قیامت یا ربی ای رب من، این قومی اینمی کسایی که مرا میگفتن که تو رهبر ما هستی، ما پیرو رسول الله صلی الله علیه و هستیم، ما امت اسلام هستیم، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اینا قرآن چی کردن؟ مهجور، از قرآن هجرت کردن، قرآن ترک کردن، متروک شده پیش از یا قرآن فقط تا که نموره یادش نمیاد. باز که یادش شما دو وقت چی است؟ قرآن شریف فقط دونه مرده یک 5 دقیقه خواندن است، دیگه نه از گوش میگیره نه هیچ. این و کذالک این حال چی میشه؟ این حال بسیار سخت است که در روز قیامت باشه، بسیار سخت است، بسیار سخت است و زشت است که در روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و سلم از امت خود شکایت کنه. خوب فکر کنید که رسول الله صلی الله علیه و سلم بخیزه به عوضی که شفاعت کنه چی کنه؟ شکایت کنه. این حالی کسایی که قرآن عمل نمیکنن، در درس قرآن نمیشینن، ترجمه قرآن نمیخوانن، تفسیر قرآن نمیفهمن، این حالی مردم چی هستن؟ یا باز میگه رسول الله صلی الله علیه و از ما چی میکنه؟ شفاعت نیست. یا آیت قرآن میگه رسول الله صلی الله علیه و چی میکنه؟ شکایت میکنه و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا و كذلك و این چنین جعلنا گردانیدیم لکل نبی، برای هر نبی، برای هر پیغمبر، عدوان دشمنانی گردانیدیم، من المجرمین از جمله مجرمان. حتما پیغمبر دشمن می داشته باشه. دشمن پیغمبر کی می باشه؟ مجرما می باشه. حتما دعوتگر دشمن می داشته باشه. دشمن دعوتگر کی است؟ اینمی مجرما هستن. اگر تو میگی که هیچ من دشمن نداشته باشم و کل مردم مرا دوست داشته باشه و کل یکسان، مجرما مرا دوست داشته باشه و کافران مرا دوست داشته باشه و مشرکان مرا دوست داشته باشه و مرتدان مرا دوست داشته باشه و شرابخوران مرا دوست داشته باشه، معلوم میشه که تو دعوتگر منافق هستی. و شرابخورم گفته او ناماشا چقدر خوب شراب میخوری، چقدر میزیبید. برای قماربازم گفته اوه چه خوب لدو میزنی، او لدو باز. برای کلگی هم تو چاپلوسی کردی، این حالا کلش تو چی داره؟ دوست داره. چرا اگه قرآن برشان شد کنید؟ چرا الله متعال میگه و کذالک و این چنین جعلنا لکل نبی، برای هر پیغمبر و هر کسی که در راه پیغمبر روان است حتما چی می داشته باشه؟ عدو می داشته باشه، دشمن می داشته باشه، من المجرمین از مجرما، حتی در مرگت خوش می باشه. این مجرما مریض که باشی وقت در فیسبوک های خوندن مرد رفت خلاص شد، اینه. خب برای تو چی فایده؟ مثلا من مردم، برای تو چی فایده؟ تو همیشه در دنیا هستی و کفا بربک، میگه کافی هست برای تو که رب تو پروردگار تو هادیان تو را هدایت بکنن و نصیر ما تو را نصرت بکنن. و قال الذين كفروا، و گفتن کسانی که کافر شدن، لولا نزل علیه القرآن جمله واحده. این اعتراض دیگه کافران سر رسول الله صلی الله علیه و قرآن عظیم شان کم کم نازل میشد، رحمتا بالای اینمی مؤمنین و تدرجا للشریعه، برای مسلمان ها رحمت بود، برای رسول الله صلی الله علیه و تثبیت قلب بود و شریعت چی میشد؟ تدریجی هم تو کم کم آمده میرفت، سر از اینا فشار زیاد نبیاید. و رسول الله صلی الله علیه و وقت آیت نازل میشد قلب رسول الله صلی الله علیه و آرامش میگرفت و رحمت بود بالای بشریت. آلیا امیر رحمت و تدرج و تثبیت قلب رسول الله صلی الله علیه و انتقاد میکردن و با چی میفتن؟ چرا قرآن مثل که تورات یک دفعه نازل شد باید قرآن هم یک دفعه نازل میشد؟
الله متعال میگه وقال الذين كفروا، این سخن مردمای بیدین است. مردمای کافر چی میگه؟ لولا نزل علیه القرآن جمله واحده، چرا نازل نشده قرآن عظیمشان بالای رسول الله صلی کلش یک دفعه. كذلك لنثبت به فؤادک، الله متعال میگه این ما به خاطر ازی هم تو کم کم نازل کردیم، به خاطر ازی که قلب تو را چی بسازیم، لنثبت، تا که خوب ما محکم بسازیم به توسط همین آیات قرآن که هر روز هر وقت نازل میشه، فؤادک قلب تو آرامش داشته باشه. ورتلناه ترتیلا، و ما قرآن متعال خواندیم چی به ترتیل، اما تو اندک اندک به مهلت. ولا یاتونک، و نمیآورند ولا یاتونک، و نمیآورند بر تو اینمی مردمای بیدین به مثلا کدام مثال را الا جئناک بالحق، هیچ مثال و هیچ دلیل اینا نمیگن مگر الله متعال میگه که ما بر تو چی میکنیم، جواب قوی را بر از اینا میاریم. الا جئناک بالحق، مگر جواب توحیدی. اینا از شرک گپ میزنن، ما برشان جواب توحیدی میتیم که وحدانیت توحید ایمان است خوب ثابت شود. و احسن تفسیر، و بسیار خوب تفسیر برش میکنیم. اما سوالشانه جواب بسیار دقیق و خوب. الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم، این مردمایی که این قسم فلسفه ها میگن، این قسم اعتراضات میکنن. الذين، کسانی هستند که یحشرون حشر کرده میشن، على وجوههم، بر روحایشان افتاده، الى جهنم، به طرف دوزخ، همین قسم به روی افتاده کش میشن. اولئک شر مکانا، این مردم بسیار زشت است، مکانا از نگاه مقام، و اضل سبیلا، و راه از اینا بسیار چی است، راه غلط است، راه گمراهی هست. ولقد اتینا موسی الکتاب، و یقینا که ما دادیم بر موسی علیه السلام الکتاب تورات را، و جعلنا معه، و گردانیدیم همراه از اخاه برادرش هارون علیه السلام را وزیرا مددگار همکار. فقل نذهب، برشان گفتیم اردویتان برین الی القوم الذین، بر او قومی که کذبوا بآیاتنا، که تکذیب کردن به آیات ما، فدمرناهم تدمیرا، پس هلاک کردیم امین مردم را تدمیرا، به هلاک کردن. و قوم نوح لما کذبوا، این دیگه حالا به رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول الله صلی الله علیه و آله، این اعتراضات و این اشتباهات و این اعتراضات غلط و این سخنها و دلایل غلط، این تنها بالای تو نیست، این بالای موسی علیه السلام بود، بالای نوح علیه السلام بود، بالای دیگه پیغمبرها هم بود، قومای دیگه هم همین قسم بودن. لکن اینا را کلشان ما چی کردیم؟ دمرناهم تدمیر، کل از اینا را باز هلاک کردیم، اینا هم هلاک میشن ان شاء الله. و قوم نوح لما کذبوا، و قوم نوح علیه السلام وقتی که تکذیب کردن الرسل، پیغمبران را، اغرقناهم، ما اینا را غرق کردیم، و جعلناهم للناس آیه، و گردانیدیم اینا را بر مردم چی؟ یک نشانه چی؟ نشانه قدرت الله. اینا را گردانیدیم بر مردم پند که سعی کنین برین خانه هایشان سعی کنین، سرزمینشان سعی کنین، دیارشان سعی کنین. و اعتدنا للظالمین عذابا الیما، و آماده کردیم بر ظالما عذاب دردناک. و عادا، و قوم عاد، و ثمودا، و قوم ثمود، و اصحاب الرس، و امو اصحاب الرس، و قرونا بین ذلک کثیرا، و دیگه کسانی که قبل از اینا بودن بسیار زیاد. و کلا ضربنا له الامثال، و هر کدام از اینا را ما چی کردیم؟ بر تو بیان کردیم مثال هایشان را. و کلا تبرنا تدبیرا، ما کل از اینا را هلاک کردیم به هلاک کردنی، کل از اینا را هلاک کردیم. ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء، همچنان ولقد، و یقینا که اتوا آمدن امی مردمای جاهلیت، على القريه، یعنی گذشت کردن بر یک قریه‌ای که امطرت، که بالای از اینا باریده شده بود، مطر السوء، باران بسیار زشت، یعنی بالای از اینا سنگ باریده بود، اما آثار بارش سنگ در قریه معلوم میشد. افلم یکونوا یرونها، آیا چوری نبودن که او را ببینن؟ بل كانوا لا یرجون نشورا، بلکه اینا امیدوار چی نبودن، یا امیدوار زنده شدن نیستن. و اذا رأوک، و چون ببینن تو را، این یتخذوک نک الا هزوا، تو را هم وقتی که ببینن رسول الله صلی الله علیه و آله، عادت مردمای بیدین چیست؟ که تو را مسخره میگیرن. اهذا الذی بعث الله رسولا، باز این قسم گپا میزنن مردمایی که مسخره میکنن پیغمبرن، میگه آیا امی شخص است که الله متعال او را من حیث رسول خود مبعوث کرده؟ این کاد لیضلنا عن الهتنا، نزدیک بود که نمی شخص ما را از معبودای باطل ما، یا دیگه مردمای بیدین میگن نزدیک است که ما را از معبودای ما را گمراه بسازن. لولا ان صبرنا علیه، و اگر ما صبر نمیکنیم سر زمین بت پرستی و بیدینی و قبر پرستی خود. و سوف یعلمون، والله متعال میگه باز ان شاء الله یا میدانن، حین یرون العذاب، وقتی که ببینن عذاب را، من اضل سبیلا، که کی بسیار گمراه است، کی بر بیراه رفته از نگاه راه. ارایت من اتخذ الهه هواه، این آیت قرآن سیکولاریسم بیان میکنه. سیکولرها میگه چی عادت دارن؟ که اینا معبود خود نفس خود گرفته. آیا در قرآن
رد سکولاریسم است. اینمی آیت قرآن است. میگه ارایت، آیا ندیدی من کسی را که اتخذ گرفته است اله خود، معبود خود که او را عبادت میکنه و قانون از او را تطبیق میکنه. چی است؟ هواه و خواسته های نفسش است. اینمی حالا سکولاریست ها چی است؟ عادت دارن هر چی که نفسش بخواه اونمون قانون جور میکنه. نفس خود میگه نفس جان زنا چطور است؟ نفسش میگه او زنا بکو. باز میگه این زنا بلند کنین کارتایتون که زنا در این مملکت قانونی باشه. هم جنسگرایی نفسش گفت که حالا هم جنسگرایی خوب است، حالا قانون بسازین برای شراب قانونی میسازن. پس الله متعال میگه که مردمای سکولر کی را معبود خود گرفتن؟ نفس خودم. متوجه هستین؟ این نفس که از بسیاری وقتا امی نفس معبود قرار دادن اینمی هست. این حالا نفس چه قسم معبود میشه؟ یک شاعر بسیار خوب یک شعر گفته بود، میگفتن این طرفه حکایت تیز بنگر روزی ز قضا مگر سکندر میرفت و هم از سپاه با او آن حشمت و ملک و جاه با او. میگه سلطان سکندر در یک جای میرفت، دو تا سکندر است، یکی سکندری که در قرآن آمده که سکندر موحد است، یکی یک سکندر دیگه هست که او باز بیدین و کافر است. میگه امی که میرفت در یک جای یعنی کافر بود، بیدین بود. میگه ناگه ز خرابه گذر کرد، پیر ز خرابه سر بدر کرد. میگه اون جایی که از خرابه تیر شد، یک آدم ریش سفید دم یک خرابه قرار شیشته بود عبادت الله را میکرد. اسپران بدان مغاک چون گور، پیر از سر شغل خود نشد دور. ناگه سکندرش به سطحش، سکندر یک دفعه سرزی قار شد. برش گفت که بهر چی نکردی احترامم؟ آخر نه سکندر است نامم. این دیگه معبود خودی پادشاه کافر است. این دیگه معبود خود چی گفته؟ افرایت من اتخذ الهه هوا. حال میگه دانی که منم به بخت پیروز، فرق همه عالم هستم امروز. دریا دل و آفتاب رأیم، فرق فلک است به زیر پایم. تو میفهمی که دل من مثل دریا وارست، دریا دل و آفتاب رأیم، فکر من مثل آفتاب وارست، فرق فلک از به زیر پایم. پیر از سر شغل خود بانگ برزد. امی آدم ریش سفید خیست گفت این همه نیمه جو نیرزد. نه فرق نه روی عالمی تو، یک دانه ز کشت آدمی تو. نه فرقی کسی سی نه روی کسی. آل برش یک درس میده. باز برش میگه اینی را اگر نشته که میتونی ترجمه همین چیز دیگه است. این برش میگه دو بنده من که حرص و آزن. برزی میگه دو چیز است که ما او را بنده خود ساختیم، غلام خود ساختیم. چی است؟ یکی حرص است، یکی امی خواهشات و غرور و تکبر. دو بنده من که یکیش حرص است و دیگهش آز. دو بنده من که حرص و آزن، حالا برش میگه بر تو همه عمر سرفرازن. امی دو چیزه که ما بنده خود ساختیم که حرص و آز و غرور و تکبر و حریص بودن یاست، این سر تو حکومت میکنه. دو بنده من که حرص و آزن، بر تو همه عمر سرفرازن. این بالای تو حکومت میکنه. یعنی امی حرص و نفس سر تو چی میکنه؟ حکومت میکنه. تو آزاد نیستی، غلام نفست هستی. بعضی کسا میگه ما آزاد هستیم، I'm free، ما فریدام است. فریدام نیست، دروغ میگه. غلام کی است؟ نفس خدا هستی. بهش میگه دو بنده من که حرص و آزن، بر تو همه عمر سرفرازن. با من چی برابری کنی تو؟ برای سلطان سکندر میگه که همراه من تو چی برابری میکنی؟ چون بنده منی تو. اون نفسه که ما بنده خود ساختیم، تو بنده از او هستی. فهمیدین یا نفهمیدین؟ پس بعضی اوقات است که اگه انسان بنده چی میباشه؟ وقتی که بندگی الله را نکرد، بندگی چی را میکنه؟ بندگی از نفس خود میکنه. امیر الله متعال میگه ارایت، آیا ندیدی رسول الله صلی الله علیه و سلم من او مردمای سکولر، او مردمای بیدین، او مردمای ملحد که شریعت قبول نمیکنن، که این مردمای سکولر چی کردن؟ اتخذ گرفتن الهه، معبودشان که او را عبادت میکنن و او برشان قانون میسازه، قانون ساز را گرفتن. او چی است؟ او معبود از اینا هواه و نفسهایشان است. این نفسهایشان برشان چی میگن؟ حکومت مردم توسط مردم. یعنی اصل تعریفش همیست حکومت نفس توسط نفس برای نفس. حکومت کی جور میکنه؟ نفس. حکومت نفس است. توسط کی جور میشه حکومت؟ توسط نفس. برای چی جور میشه؟ برای خواسته های نفسی. همجنسگرایی مردم توسط مردم برای مردم، بی غیرتی مردم توسط مردم برای مردم، وطن فروشی مردم توسط مردم برای مردم، شراب خوری مردم توسط مردم برای مردم. این نیست معنای حکومت مردم توسط مردم برای مردم. یا حاکمشان چیست؟ نفسشان است.
ارائیت آیا ندیده ای رسول الله صلی الله علیه و سلم من کسانی را که اتخذ گرفتن الهه معبودشان چی را گرفتن؟ هواه و خواسته های نفسی خود را. افانت تکون علیه وکیلا آیا تو میتونی که بالای از وکیل و نگهبان باشی؟ ام تحسب یا تو گمان میکنی ان اکثرهم یسمعون او یعقلون که اکثریت از آن میشنون یا عقل خود در کار میبردن. این مردمای بیدین که هستن نه گوش میگیرن حق که بشنون و نه از عقل خود کار میگیرن. از این خاطر در سوره تبارکه الله متعال چی میگه؟ باز میگه کسا که وقتی در دوزخ انداخته میشه باز میگن که لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اگه ما میشنیدیم و یا از عقل خود کار میگفتیم ما دوزخی نمیشدیم. پس ما نشنیدیم قرآن و سنت و نه هم از عقل خود کار گرفتیم. الله متعال میگه انت صبر آیا گمان میکنی ان اکثرهم که اکثریت از اینا یسمعون میشنون او یعقلون انهم الا کالانعام. الله متعال میگه که اینا مثل اینمی چهار پایا هستن که نه گوش میگیرن و نه هم عقل دارن. بل هم اضل سبیلا، بلکه اینا بعضی اوقات حتی از این حیوانات کدام گمراه هستن. انسان چطور از حیوان کده گمراه میشه؟ مثلا شما اگر یک پشک گوشت دوزی کنه، بر پشک یک توتا گوشت انداختیم قرار دیم پالوگاکت گوشت میخوره، میفهمه جنایت نکردیم. اما اگر تو گوشت توتا میکنید دمی اسنا پشک حمله میکنن دوزی میکنه باز اینجا نمیخوره میگروزه. چرا؟ میفهمه چی هستم ما خود دو دستم جنایت کار کردیم. اما بسیاری وقتا رشوت خور است که از این پشک هم کده بی غیرت است، همین رشوت هم میگیره سنت لخ لخ سایل میکنه. الله متعال میگه مردمای بیدین که است حتی از حیوانات هم کده یا چی میباشن؟ گمراه تر میباشن.